ردمی نوت 14 پرو 4G از لحظه ورودش به بازار ایران تونسته نظرات و توجهات زیادی رو به خودش جلب کنه. این میانرده اقتصادی شیائومی در کنار ویژگی‌های بروز و طراحی مدرنش از دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی، باتری 5500 میلی آمپر ساعتی و شارژر 45 وات داخل جعبه بهره منده تا نسبت به رده قیمتی خودش یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها باشه. ردمی نوت 14 پرو ظاهر جذابی داره و همین باعث میشه به یک میانرده دوست داشتنی تبدیل بشه. این گوشی از جنس پلاستیک در پشت، پنل شیشه‌ای در جلو و فریم آلومینیومی استفاده کرده. این گوشی در سه رنگ بندی مشکی، آبی و بنفش قابل خریداریه. جالب این که با وجود ظرفیت بالای باتری و ابعاد بزرگش، وزنش فقط 180 گرمه و همین باعث میشه حین استفاده دستتون رو خسته نکنه. این گوشی به لطف گواهی IP64 در برابر نفوذ گرد و خاک و پاشش قطرات آب مقاومه. صفحه نمایش 6.67 اینچی آمولد ردمی نوت 14 پرو از لحظه اول شما رو مسحور خودش میکنه. پنل نمایشگر این گوشی با رزولوشن 1080 در 2400 پیکسل شفافیت بالایی داره و مهمتر از اون پشتیبانی از نرخ تازه سازی 120 هرتز رو شاهدیم. قابلیت نمایش 1 میلیارد رنگ، بیشینه روشنایی 1800 نیت و نسبت 88.4% صفحه نمایش به بدنه از سایر ویژگی‌های بارز اون هستن. با چنین نمایشگر خوش رنگ و لعابی تماشای فیلم و سریال و حتی بازی کردن با این گوشی فوق‌العاده لذت بخشه. در ضمن نمایشگر این گوشی توسط شیشه گوریلا گلاس ویکتوس 2 محافظت میشه و مجهز به حسگر اثر انگشت اپتیکال در زیر خودش هست. میان رده ردمی از تراشه 6 نانومتری هلیو G100 اولترا قدرت میگیره. این تراشه به پردازنده مرکزی 8 هسته‌ای با حداکثر فرکانس 2.2 گیگاهرتز مجهزه. قدرت اون برای انجام کارهای روزمره، وبگردی و تماشای فیلم کاملا مناسبه. بار پردازش‌های گرافیکی هم روی دوش ماژول مالی G57 MC2 قرار گرفته تا عملکرد معقولی داشته باشه. بریم سراغ تست گیمینگ. فورتنایت با تنظیمات مدیوم و نرخ 30 فریم بر ثانیه روی اون به اجرا در میاد. برای تنظیمات دیفالت در بازی آسفالت 9 هم نرخ 30 فریم بر ثانیه رو شاهد بودیم. بازی وایلد ریف هم با تنظیمات دیفالت به همین میزان نرخ فریم رسید. ردمی این گوشی رو توی نسخه هایی با 8 یا 12 گیگابایت حافظه رم عرضه کرده. 128، 256 یا 512 گیگابایت فضای ذخیره سازی هم براش در نظر گرفته شده که تازه میتونین اون رو با کارت حافظه میکرو SD ارتقا بدین. دوربین یکی از بخش‌های مهم ردمی نوت 14 پرو محسوب میشه. این گوشی از دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی استفاده میکنه و میتونیم بهش لقب ارزون ترین گوشی بازار با این ویژگی رو بدیم. این دوربین از لرزشگیر اپتیکال و فوکس چند جهته PDAF برخورداره تا نسبت به رقبا تجربه حرفه‌ای رو به نمایش بذاره. این دوربین برای عکاسی توی شرایط مختلف مناسبه و میتونین باهاش پورتره‌های جذابی هم بگیرین. هرچند دوربین 8 مگاپیکسلی فوق عریض چندان چنگی به دل نمیزنه و فقط توی شرایط نوری ایدئال میشه ازش راضی بود. دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی هم بیشتر جنبه تزئینی داره. دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی عریض هم توی حفره بالای نمایشگر ردمی نوت 14 پرو جا خوش کرده. این دوربین توی نور روز عمل کرده رضایت بخشی داره، اما توی نور ضعیف جزئیات رو از دست میده و تصاویر تا حدی آبرنگی میشن. کلا دوربین اصلی و سلفی این گوشی خوبن، ولی دوربین‌های فرعیش قابل اتکا نیستن. ردمی نوت 14 پرو از باتری 5500 میلی آمپر ساعتی تغذیه میکنه که نسبت به استاندارد سالهای گذشته دنیای موبایل بالاتره. این باتری میتونه برای 14 ساعت پخش ویدیو و 11 ساعت و 30 دقیقه وبگردی انرژی لازم رو فراهم کنه. شارژر 45 واتی این گوشی داخل جعبش تعبیه شده تا نیاز نباشه جداگانه تهیه‌اش کنین. فول شارژ این گوشی تا 81 دقیقه طول میکشه. میان رده تازه نفس ردمی با اندروید 14 و رابط کاربری اختصاصی هایپر OS عرضه شده. البته آپدیت هایپر OS 2 هم برای اون منتشر شده. این گوشی تا 3 بروزرسانی اساسی اندروید و 4 سال بروزرسانی امنیتی رو دریافت میکنه. هایپر OS حالا بیش از پیش به هوش مصنوعی مجهز شده و میتونین از اپلیکیشن جمینای توی ردمی نوت 14 پرو استفاده کنین. با این هوش مصنوعی امکان تولید محتوای متنی و تصویری فراهمه. همچنین میتونین برای جستجوی عمیق توی اینترنت و سرعت بخشی به کارهای روزمره‌تون ازش استفاده کنین. شیائومی قابلیت حذف سوشه‌های اضافی از تصویر رو هم توی گالری این گوشی به کار برده که عملکرد قابل قبولی داره. سری ردمی نوت همیشه از پرفروش‌ترین گوشی‌های شیائومی بوده و ردمی نوت 14 پرو 4G هم میتونه ادامه دهنده این مسیر باشه. این گوشی با طراحی کاربرپسند، کیفیت ساخت بالا، نمایشگر با کیفیت، دوربین حرفه‌ای و باتری پردوام میتونه براتون نقشه یک همراه ارزشمند رو ایفا کنه.